شکل اول و دوم و سوم رو به ما داده، شکل پنجم از ما میخواد. ببینین توی این الگوهایی که میبینین ما نمیتونیم با رسم شکل جواب به دست بیاریم، چون کشیدن شکل پنجم خیلی سخته. پس باید یه رابطه رو به دست بیاریم، با استفاده از اون رابطه بدونیم تعداد مربع‌های شکل پنجم رو به دست بیاریم. خب نگاه کنید توی این الگو، شکل اول یه دونه مربع داره، شکل دوم 4 تا مربعه، شکل سوم 7 تا. حالا چجوری ما شکل پنجم به دست بیاریم؟ باید بیایم آفرین ببینیم چه اتفاقی افتاده. ما میبینیم شکل اولمون خب یه دونه مهره بود، ولی شکل دوممون 3 تا پایین بود، یه دونه بالا. اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم بیایم یه کاری کنیم، 2 تا به این شکل اول یعنی به همه شکلامون 2 تا مهره قرض بگیریم، 2 تا مربع قرض بگیریم که بتونیم تعداد دسته های ستاییمون رو درست ایجاد کنیم. چون شکل اولمون ببینید شکل دوم میتونستیم دسته ستایی درست کنیم، ولی شکل اولمون که نمیتونستیم. پس من اومدم میگم که یه دسته ستایی شکل اولم شد، شکل دومم 2 تا دسته ستایی شد. نگاه کنید شکل اول، ولی 2 تا مربع زردا رو من قرض گرفتم و بچه‌ها جون آخر سر باید پس بدم. شکل دومم شد 2 تا دسته ستایی، شکل سومم شد 3 تا دسته ستایی. پس الان فکر میکنید شکل پنجم من چند تا دسته ستایی داره؟ احسن به شما، مطمئنم الان همتون میگین 50 تا، چون که ما به تعداد شماره شکلمون تعداد دسته داریم. شکل یک یه دسته ستایی، شکل دو 2 تا دسته ستایی، شکل سه 3 تا دسته دوتایی و ستایی، ولی در آخر سر باید اون دوتاهایی که اضافه کردیم رو کم کنیم و بچه‌ها جون. خب یک ستا شکل اولم یک ستا میشه 3 تا، دوتایی که اضافه کردیم ازش کم میکنیم، جواب میشه چی؟ 3 منهای 2 1. شکل دوم ما میگیم 2 تا دسته ستایی که میشه 2 ستا 6 تا، بعد اون 2 تا زردا که اضافه کرده بودیم پس میدیم، قرض گرفته بودیم پس میدیم. شکل سوممون میگیم 3 تا دسته ستایی که میشه 9 تا، بعد اون 2 تا مربع زردا که قرض گرفته بودیم پس میدیم، میشه 7 تا. پس الان شکل پنجم من احسن به شما میشه 50 ضرب در 3 یعنی 50 تا دسته ستایی که میشه 150 منهای اون دوتایی که قرض گرفته بودیم بکنیم میشه 148. شکل پنجممون 148 تا هستش.